دوستای خوبم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و هر کجایی که هستید در مسیر کسب ثروت و موفقیت باشید. خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه همراهتون هستم. توی این ویدیو میخوام در مورد سوالای زیادی که در رابطه با تپسواب از من پرسیده شده جوابهای خیلی دقیقی به شما بدم و یه سری نگرانی ها رو برطرف بکنم. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. علاوه بر اون میخوام ازتون خواهش بکنم که کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب بکنید و اون علامت زنگوله کنار رو حتما بزنید تا جدیدترین ویدیوهای ما در اولین فرصت آپلود برای شما اطلاع رسانی بشه. اینم از این مورد. خیلی سوال داشتیم در مورد اینکه از زمانی که تپسواب اعلام کرده که یک ماه دیگه قراره که به فعالیت خودش ادامه بده و در یک بلاکچین جدیدی خودش رو معرفی بکنه، خیلی نگرانی ایجاد شده از اینکه گزینه کیف پول سولانا از توی ربات حذف شده. بچه‌ها این رو من خودم اومدم خدمتتون توضیح بدم که واقعا طبیعیه، چون که کیف پول هایی که معرفی شده بود و مربوط به بلاکچین سولانا بود. الان اگر که اون گزینه برای شما غیر فعال شده، به خاطر اینه که باید بلاکچین جدید برای شما معرفی بشه. بعد از اینکه معرفی بشه قطعا کیف پول هایی معرفی میشه که شما به اون کیف پول ها باید رباتتون رو متصل بکنید. پس نگران نباشید از اینکه گزینه کیف پول برای شما غیر فعال شده. یه مژده خوب دیگه هم براتون دارم، اونم اینه که خیلی از دوستان برای جوین شدن داخل گروه هایی که معرفی شده توسط ربات های تپسواب و نات کوین و حتی ربات همستر یه ذره مشکل دارن و اون مشکل رو هم با درست کردن یه ادلیستی که برای شما حتما زیر همین ویدیو لینکش رو میذارم، با اون ادلیست شما میتونید به راحتی تمام کانال هایی که نمیتونید عضو بشید رو داشته باشید و خیلی راحت عضو اونا بشید و هدیه های عضویت داخل اون کانال ها رو هم دریافت بکنید. خیلی سریع بریم آموزش رو شروع بکنیم. یه بار دیگه قبل از آموزش از شما خواهش میکنم که برای حمایت از ما و برای اینکه بتونیم ویدیوهای بیشتری در مورد ایردراپ هایی که به شما معرفی کردیم از نحوه شروعش تا لحظه نقد شدنش که خود ما میتونیم کمکتون بکنیم نیاز به حمایت داریم. ما 3 تا درگاه اطلاع رسانی داریم. یه دونش تلگرام ما هست، کانال تلگراممون هست، یکیش پیج اینستاگرام کافینت اشکان هست و کانال یوتیوب ما که جدیداً راه اندازی شده نیاز به حمایت داره تا ما بتونیم هرچه سریعتر و بیشتر برای شما اطلاعات جدیدی رو ویدیوش رو درست بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم. کما اینکه یه مژده هم بهتون بدم، در حال رصد ایردراپ های جدید هستم و یه ایردراپ جدید و معتبر رو قراره که همچنان دارم بررسیش میکنم، اگر اوکی بود بهتون معرفی بکنم. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم و بریم سراغ آموزش. اونم اینه که دوستان شما برای ایردراپ ها قرار نیست هزینه‌ای پرداخت بکنید و اصلا هم قرار نیست که هر ایردراپی که ما به شما معرفی میکنیم بخواد به نتیجه برسه. همه چیز 50-50، ولی ما سعی میکنیم ایردراپ های معتبر رو به شما معرفی بکنیم، مثل نات کوین، مثل تپسواب، مثل همستر و ایردراپ هایی که در آینده به شما معرفی میشه. همین جوری که الان میدونید بیش از 200-300 تا ایردراپ شبیه این ایردراپ ها وجود داره، ولی ما فعلا فقط 2 تاشو معرفی کردیم و هیچ تضمینی هم وجود نداره. ولی ما سعی کردیم توی این همه ایردراپ معروف ترین ها و معتبر ترین هاشون رو به شما معرفی بکنیم. یه ایردراپ دیگه هم توی راه هست که اگر از معتبر بودنش اطمینان حاصل بکنم حتما آموزشش رو براتون میگذارم. خیلی سریع بریم ویدیو رو ببینیم. ممنون و من دیگه پرحرفی نمی کنم، در خدمتتون هستم. خب عزیزان، همونجور که میدونید تپسواب قرار بود که به عبارتی 1 می فعالیت خودش رو تموم بکنه و ماینینگش تموم بشه طبق اطلاع رسانیایی که قبلا کرده بود و قرار بود که دقیقاً پریروز میشد که باید ماینینگش تموم میشد و میرفت دنبال کارهای لیستینگ و داخل صرافی‌ها قیمت گذاری بشه و این برنامه‌ها. منتها 1 شب قبلش اومد این پیامی که الان جلوتون هست رو گذاشت و اومد گفت که ما فعالیت خودمون رو با 1 ماه تأخیر متوقف میکنیم و ماینینگ عملاً 1 ماه فرصت برای افراد پیدا شد که بتونن به ماینینگ خودشون ادامه بدن. حالا علتش رو اومده بیان کرده، گفته که ما یه سری ربات‌هایی رو شناسایی کردیم که این ربات‌ها
اومدن و به صورت غیر منطقی سکه جمع آوری کردن و دقیقاً منظورش افرادی هست که از اتوکلیکر استفاده کردن. من این رو قبلا به شما گفته بودم که به هیچ عنوان از اتوکلیکر استفاده نکنید. این افراد ظاهراً شناسایی شدن و امیدواریم که حالا میزان سکه‌ای که علاوه بر حالت معمول برای اونا جمع آوری شده رو ازشون بگیرن و نخوان کل حسابشون رو ببندن. عزیزان، از اتوکلیکر به هیچ عنوان استفاده نکنید و شمایی هم که استفاده می‌کردید این استفادهتون رو قطع بکنید تا ببینیم اینا چه تصمیمی میگیرن. و اومده گفته که یه علت دیگه‌ش هم تغییر بلاک چینمون هست که اونم زمان میبره. توی این فاصله خودش اون پایین اومده گفته که این اتفاقی که افتاده و این 1 ماه فاصله‌ای که ما تا انتهای ماینینگمون فرصت دادیم در اصل یه برگ برنده‌ای شده و یه فرصتی شده برای افرادی که تا حالا وارد تپ سواب نشده بودن. اگر شما دوست عزیز تا حالا وارد تپ سواب نشدی 1 ماه فرصت داری که بتونی سکه‌های زیادی رو جمع آوری کنی و به سود برسی. من لینک ورود شما به تپ سواب رو داخل همین توضیحات این ویدیو براتون قرار میدم و در زیر همین ویدیو لینکش رو قرار میدم. اگر از طریق استوری اینستاگرام و استوری تلگرام و استوری واتساپ داری میبینی لینکش همین زیر هست، میتونی بیای و هدیه ویژت رو بگیری و شروع بکنی به جمع آوری سکه. و یه شانس دیگه هم که وجود داره، گفته برای افرادیه که تا حالا سکه های زیادی جمع کردن و بتونن میزان سکهشون رو بیشتر بکنن. این از این پیام کامیونیتی تپ سواب بود و اومده یه ذره پایین‌تر توی این پیام گفته که ما یه سری درخواستای زیادی داریم که به ما گفته کیف پول سولانا برای ما غیر فعال شده و اصلا دیگه داخل ربات نیست. من توضیح اینو دادم، یه بار دیگه میگم. اون کیف پول هایی که قبلا وجود داشت برای بلاک چین سولانا بود و خیلی طبیعیه. تپ سواب الان داره بلاک چین خودش رو عوض میکنه، پس گزینه کیف پول رو از توی ربات حذف کرده و موقعی که بلاک چینش تغییر کرد حتما اطلاع رسانی میکنه که شما کیف پول جدیدتون رو روی یه بلاک چین جدید به رباتتون متصل بکنید. اینم سوال خیلی از عزیزان بود و الان که داشتم این ویدیو رو درست میکردم همین پیام اومد که توضیح داده، گفته که توی هفته آینده ما بزرگترین پاداش تاریخ در تپ سواب رو میخوایم بین اعضا پخش بکنیم و اون به عبارتی 3 میلیون اکانت و همچنین کارت $600 ووچر بایننسه که اطلاعاتش رو در هفته آینده اطلاع رسانی میکنه و ما هم به شما میگیم. و اون پایینم اومده گفته که این اتفاقی که قراره بیفته تایم محدودی داره، پس حواستون باشه و اونو از یاد نبرید. این در مورد نکاتی که برای تپ سواب بود. بریم چند تا از سوالای دوستان در مورد همستر هم جواب بدیم که ممکنه سوال شما هم باشه. خب عزیزان، همونجوری که میبینید حجم پیام ها خیلی زیاده، دوستان لطف دارن پیام های زیادی میفرستن، خیلی وقتا تشکر میکنن، خیلی مواقع سوال دارن و من سعی میکنم همه به عبارتی دایرکت ها رو جواب بدم. اگر که زیر پست یوتیوب پیغامی بگذارید سعی میکنم اونا رو بخونم و جواب بدم. و الان اومدم چند تا از مهمتریناشو خدمتتون بگم. این دوست عزیزمون گفته که یه پل ارتباطی سریعتری با خودتون معرفی بکنید. دوستان، من از طریق خود دایرکت اینستاگرام، از طریق کامنت های زیر پست ها داخل یوتیوب و از طریق کانال تلگرام در خدمتتون هستم و سعی میکنم همه سوالات رو جواب بدم و سوالای پرتکرار رو سعی میکنم ویدیوش رو درست بکنم. این برای جواب دوست عزیزمون. یه دوست عزیز دیگه پرسیدن که بعضی مواقع کارت های همستر رو که معرفی میکنی، ببین ما روزانه 3 تا کارت معرفی میکنیم که کار شما رو راحت میکنه. این 3 تا کارت رو شما انتخابش که بکنید 5 میلیون سکه میگیرید. دوست عزیزمون پرسیدن که چرا این به عبارتی کارت ها بعضیاش برای من غیر فعاله. خب ببینید دوستان، داخل این کارت هایی که اینجا وجود داره بعضی از کارت ها پیش نیاز داره. مثلا فرض کنید که مثلا من میخوام این مارجین تریدینگ X13 رو افزایش بدم. اون پایین اگر روی این قفل باشه برای من توضیح داده، مثلا نوشته که آقا شما اول باید برید کارت مارجین تریدینگ X20 رو به لول 8 برسونید تا این برای شما فعال بشه. یا یه مدل دیگه‌اش اینه که میگه آقا برای اینکه این کارت برای شما فعال بشه شما باید 2 تا از دوستانتون رو معرفی بکنید که از طریق لینک دعوت شما وارد این ربات بشن. این نکته‌ایه که خیلی از دوستان پرسیده بودن. اینم جواب این دوستمون. یه دوست دیگه پرسیده بود که ادلیست مربوط به کانال هایی که نمیتونیم توش عضو بشیم، این مژده رو بهتون بدم که من ادلیست جامعی از کانال هایی که هم برای تپ سواب، هم برای همستر و هم برای نات کوین وجود داره رو آماده کردم و براتون اینو داخل سوشال قرار میدم، داخل درگاهامون قرار میدم، توی یوتیوب، توی تلگرام و توی اینستاگرام براتون قرار میدم و آموزشش هم بهتون میگم که چجوری ازش استفاده بکنید. با این ادلیست دیگه شما مشکل جوین شدنتون توی کانال ها از بین خواهد رفت.
دوست عزیزی آدرس کانال تلگرام ما رو خواستن که من زیر همه ویدیوها آدرس کانال تلگرام رو میذارم که میتونید از اون استفاده بکنید. عرض به خدمتتون که باز ایشون پرسیدن که بهتر داخل همستر ما حجممون رو بالا ببریم، یعنی تعداد سکمون رو بالا ببریم، یا اینکه اون بالا حجم معدنمون رو زیاد بکنیم. این سوال خیلی مهمیه که باید یه توضیح در موردش بدم. ببینید بچه‌ها، حجم معدن میشه این در اصل تعداد سکه در ساعت. شما باید بر اساس چیزی که همستر تو این لحظه داره میگه، پیغامایی که داخل سوشال مدیای خودش گذاشته و داخل کانال یوتیوب خودش گذاشته، همستر میگه که ما یک جامعه ای هستیم که قرار نیست فعلا ماینینگمون تموم بشه. مثل بیت کوین قرار ماینینگمون ادامه داشته باشه و هر کسی مزرعه و فارم بزرگتر و معدن بزرگتری داشته باشه میتونه که سکه بیشتری رو استخراج بکنه و به سود بیشتری برسه. این جوابی که همستر داده داره میگه که آقا شما اون میزان سکه در ساعتتون رو تا جایی که میتونید ببرید بالا. از طرف دیگه همستر همیشه خیلی مفهومی صحبت میکنه. از طرف دیگه همستر دیشب اومده یه لیگ جدید دیگه اضافه کرده. ببینید آخرین لیگ همستر گرند مستر بود که افراد وقتی 100 میلیون سکه به بالا داشتن داخل لیگ گرند مستر قرار میگرفتن، ولی الان از دیشب اومده یه لیگی به نام لیگ لورد ایجاد کرده و افرادی که از 1 میلیارد سکه به بالا دارن وارد اون لیگ میشن. پس تعداد سکه هم به عقیده من مهمه و استراتژی خود من اینه که هر دو رو به تناسب با هم دیگه بالا میبرم. یعنی نمیام فقط تعداد سکه‌امو زیاد بکنم یا اینکه نمیام فقط حجم معدنم رو زیاد بکنم. اینم جواب دوست عزیزمون که به نظر من باید هر دو رو با هم ببریم بالا. و دیگه سوالای خاصی نیست. فکر میکنم که اکثر سوالا بین شما مشترک بود. من این سوالا رو جواب دادم. امیدوارم که بتونید در طول مدت فعالیتتون سکه‌های خوبی رو جمع آوری بکنید و انشالله همه در کنار هم به یه سود خوبی برسیم. و در آخر دوباره از شما میخوام که خواهش بکنم ما رو حمایت بکنید و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. اگر سوالی دارید زیر همین ویدیو کامنت بگذارید، من سعی میکنم که خدمتتون تمام سوالاتتون رو جواب بدم. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که هر کجا هستید شاد و خرم و سلامت باشید.